شما وقتی که هر پروداکت میبینین از خود چی داره؟ پرسونالیتی داره، یا خوب است یا خوب نیست، یا اصل است یا بدل است. شما کوشش کنید که پرسونالیتی و برند همه تو جور کنین. Unlike marketing, which encourages someone to buy a product or use a service, branding seeks to build loyalty in a long-term customer base. در یک بزنس از ریسپشن شروع تا تولیدتان وقتی که کسی پیش شما میاد باید از اخلاق، پروفشنالیزم و تمام تقاضاهایی که یک رابطه خوب داره ما شما تمام کارمندان خود ترینینگ بدید. Brand promotion is done through marketing a logo, mission statement, ads, website, social media, customer service, etc. Building a strong brand requires you to be consistent in your message, in interaction with customers, and in the products or services you provide. یک چیزی که همیشه کنسیستنسی یا مستمر بودن، دوامدار بودن برند شما را گارانتی میکنه، اویی است که شما یک رابطه را بین خود و بین مصرف کننده تان ایجاد کنید. اگر شما یک کمپانی خرد هستین و کلان هستین باید برند داشته باشین. خرد و کلان در برندینگ نداره، باید باشه. You will need to promote your brand to grow and retain a customer base. Branding communicates what type of company you are. دیگه branding creates familiarity. و branding generates referrals و branding creates a connection. Pistol analysis یک ترمی است که در مارکتینگ بیشتر استفاده میشه که پیش مخفف political, economical, social, technological, legal, environmental. وقتی که شما سر یک چیز فکر میکنین، نام یک بزنس تان میمونین، حتی از این نامگذاری شروع کنه، باید شما یک پستل انالیسیس کنین رو با بزنس تان یک تگلاین جور کنین. یکی از اجزای مهم برندینگ است. یکی از اجزای مهم برندینگ تگلاین بین 2 تا 5 کلمه می باشه. جمله نوشته نکنین که مقاله نوشته کنین از پشتش. فقط 2 تا 5 کلمه. اما کلمه‌ای که 3 کلمه که و بهترین وجه بزنس تانه تشریح کنه برای کسی بدون از اینکه میشن استیتمنت و ویژن استیتمنت و ابجکتیوهای تانه بفهمه یا بخونه، اونمو برش تشریح کنه. به خاطر ساختن یک برند، نام برند، تگلاین برند، لوگوی برند، میشن استیتمنت، ویژن استیتمنت، ابجکتیوهای تان، گولز تان، تارگت مارکت تان، اینیا باید واضح معلوم شود. اگر نشد برندتان ناقص است.